بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم في دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي رحمه الله و صححه البانی رحمه الله. حضار گرامی، برادران عزتمند، به سلسله جمعه های گذشته که در مورد غربت اسلام گپ زده بودیم، این جمعه را هم دمی مورد گپ میزنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان خوشبختی را، مژده را برای غربا کرده. در جمله قبل از جمعه قبلی، یک جمعه نبودم، در این مورد گپ زده بودیم که حرکات و اعمال ما غریب است، ناشناست در بین مردم. از نگاه عقیده غریب هستیم، از نگاه عمل غریب هستیم، حتی در نمازها، در روش، در کارکردهایی که ما شما انجام میدیم ناشنا برای مردم معلوم میشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرماید که غربت گاهی به اعتبار بعضی شریعت ها می باشد. یک شریعت در بعضی جاها ناشنا می باشد، مردم نمیشناسشه، و الحمدلله که او چیزایی که در بین مردم ما غریب و ناشنا بود، امروز آهسته آهسته قریب است که ملت و مردم مسلمان ما با او آشنا شوند، از حالت غربت قریب که برآیند. آشنایی با سنت های متروکه و مظلومه که در این وطن ما با تأسف انجام شده بود، قریب است که انشاءالله گلمش جمع شود و روزی فرا برسه که زن و مرد، خرد و کلان، همگی عالم و غیر عالم با سنت های واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنایی داشته باشد. لیکن خوشا به حال کسانی که دینمی حالت غربت امی سنت های پیغمبر علیه السلام زنده میکنه تا که مردم قطعش آشنا شود، با وصفی که دوچار مشاکل خیلی زیاد میشه. مژده یا خوشبختی که پیغمبر علیه السلام به غربا اعلان میکنه به می خاطر است که یا رنج میکشن، یا درد میبینه، یا محنت میکشن برای زنده کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. انواع طعنه ها، نفرت ها، تحقیر ها را روبرو می شوند، لیکن محبت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این مشکلات ها را آسان می گرداند، به این خاطر که همچو سر وقت آدم سری سنت پیغمبر علیه السلام عمل میکنه. ما و شما که پیدا شدیم به می خاطر پیدا شدیم. الله سبحانه و تعالی جنت و دوزخ پیدا کرده. در جنت هم درجات خیلی متفاوت است، مقامات خیلی متفاوت است، خیلی زیاد. الله سبحانه و تعالی او جاها را که آماده کرده برایش اشخاص هم آماده می سازه، لیکن آمادگی اشخاص ارتباط به خود اشخاص داره.
بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود امکانات هدایت فراهم کرده، اسباب و وسایلی که توسط از او راه های صعب العبور بعد طی کنند و برسند او مقامات، این در دست خودی بنده های الله سبحانه و تعالی است که کدام راه را میگیره، راست یا چپه، و کی چقدر محنت میکشه و کی چقدر محنت نمیکشه. این الله سبحانه و تعالی اختیار به خود بنده ها داده، راه ها را برای کلگی یکسان فراهم کرده، استعداد داده، قابلیت داده، امکانات برای فراگیری علوم دین به کلگی مهیا ساخته. کی میپیمایه و کی به او هدف میرسه و کی میشناسه، این گپی است که به ما و تو تعلق داره. شما شاید امروز از جاهای خیلی دور عین از ساعت 8 بجه تصمیم گرفته که ما میریم در فلان مسجد نماز میخوانیم، به دست خودت است. کجا میری، چه قسم، در کجا نماز میخوانی، به دست خودی ما و شماست. از او خاطر هیچگاه کسی نگوید که من نعوذ بالله گمراه هستم، الله مرا به اختیار گمراه کرده. نه، اختیار برات داده، اسباب هدایت تو گذاشته ای، اسباب گمراهی را در پیش گرفته ای. بجای از اینکه تو امروز در طرف نماز جمعه روان شوی، تو طرف قرغه روان شده ای، طرف پغمان روان شده ای. دیگه کسی که از صبح اراده از این را داشته باشه که من در تنگی یاد میرم، در سالنگ میرم، در پغمان میرم، او نمیتونه که جمعه را بگیره، نماز جمعه را در جایی که مطلوب است در اونجا بخونه، نمیتونه. البته زمینه را برای گمراهی خود فراهم کرده. آن چیزی که الله از پیشش خواسته او را میگذاره، ترک میکنه. در وسط طاقت ازی بود که حتی فامیلی خدا، بچهای خدا بگوید که امروز جمعه است، کالایتان بپوشی، غسلتان بکنی، در فلان مسجد میریم در نماز جمعه که یک چیزی را درک بکنیم، بفهمیم، از دین چیزی را یاد بگیریم. این همهش در اختیار خود بنده های الله سبحانه و تعالی است. از این خاطر الله میفرمه هو الذی خلق الموت والحیات، الله او ذاتی است که مرگ و زندگی را خالقش کیست؟ الله سبحانه و تعالی است. مرگم الله پیدا کرده، زندگی را الله پیدا کرده. هیچ احد، نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی و نه تکنولوژی جدید، نه قدرت های مادی فعلی، هیچ کدامش در این دخل و غرض نداره. خالق زندگی و مرگ الله سبحانه و تعالی است. خود چرا پیدا کرده؟ هدفی پیدا کردن چی است؟ هدفی پیدا کردن نعوذ بالله چار و زندگی مرفه با عیش و عشرت، نعوذ بالله در شراب و کباب، در زنا و نعوذ بالله لعب و لهب دمی تیر کنیم، یعنی که یک مقصد خوب واقعی داره. قرآن برای ما میگه لیبلوکم ایکم احسن عملا. به این خاطر الله مرگ و زندگی را پیدا کرده که شما را آزمایش کنه. الله پیش از پیش ما را آزمایش کرده. به الله معلوم است که یعنی بنده ما وقتی پیدا میکنیم امکانات برش میدم، کدام راه را میپیماید، نیکبخت میباشه یا بدبخت، چی عمل انجام میده، عقیده صحیح می داشته باشه یا غلط، کلش به الله قبلا معلوم شده، در لوح محفوظ مکمل طی شده. این تقدیر مبرم میگه، هیچ تغییری در او آمده نمیتونه. به الله معلوم است، لیکن الله عملا به ثبوت میرسانه، عملا به ثبوت میرسانه که اینی بنده مستحق این مقام منزلت شده، به خاطری که اینی را طی کرده، اینی امتحان داده، اینی طور حالات سرش آمده، چی چیز ترجیح داده بود، بهترین موقع نعوذ بالله ناز و نعمت برش مهیا شده بود، زنا برش مهیا شده بود، سود برش مهیا شده بود، نعوذ بالله گرفتن پول و پیسه مقام و منزلت. اما این شخص متوجه ازی بود که این دنیا نه، این دنیا به این خاطر است که ما برای آخرت خود آبادی بکنم، چیزی که به آخرتم به دردم میخوره. ما میبینیم امروز اشخاصی را میبینیم، شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه، اگر در ذهنش بگرده که مرگ است یا نه و بعد از مرگ جهان دیگری هست یا نه و در جهان دیگر از ما سوال و جواب میشه یا نه، امی قدر مستغرق شدن در طلب دنیا که نه شب میبینه نه روز و هیچ فرمان الله سبحانه و تعالی به یادت نمیاد. این نمایندگی از این را میکنه که تو آخرت فراموش کرده. نمیبینیم، ما دریوری خدا نمیبینیم، وادی نماز در جماعت نمیخوانه، میبرایه در نماز خود که استاد شود 4 رکعت نماز در 1 دقیقه خلاص میشه، به خاطری که سواری از دستم نروه، رستا بگاره تا خفتن کار میکنه، نماز دردش نمیاد.
کلیرا نمیگه الا صدا کو، گاهی دوله این خدا میزنه، گاهی دوله این خدا میزنه. این مردم کدام مردم است؟ یا چی تصوری داره یا چی فکر داره؟ یا فکر میکنه که باز ما میمونم؟ نه تنها یک دریوره مثال دادم، نه با می منوال ما خودیم نفر متدین هم است. مولوی صاحب در دفتری کار میکنیم نماز جمعه خطا میخوره. چطور در دفتری کار میکنی که نماز جمعه خطا میخوره؟ مولوی صاحب در فلان جای وظیفه دارم ولی امی نماز دیگر خوانده نمیتونم، پیشی نخوانده نمیتونم. اگر کسی واقعا عقیده به فرمان الله سبحانه و تعالی داشته باشه، به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه، پیغمبر علیه السلام در مورد نماز دیگر میگه که کسی نماز دیگر از دستش رفت که انه وتر اهله، تو بگویی که اهلش مکمل تباه و برباد شده. اهلش زندگی را چی میکنی؟ کلی فامیل تباه شده. در ذهن داره ای گپه؟ سالا این نماز نمیخونه. دیگهش میگه مولوی صاحب در کلب میباشیم جماعت نمیتونیم، در کلب میباشیم فلانی نماز خوانده نمیتونیم. برای خود پیش میکنه، برداشت نداره از دینی خود که دین چی برش میگه و کدام چیز به دردت میخوره. شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنیم مردم از گناه لذت میبره، شکنجه دادن مسلمان لذت میبره. ندیدید در کلیپا در سوریه، در عراق، در هر جایی که مسلمان است این دنیای کفر و ظالم از همین مظلومان لذت نمیبره. طفله حلال میکنه لذت میبره، نعوذ بالله. نمک سری زخما پاش میکنه، قتل لغت میزنه، میماله، لذت میبره. این مخلوقی است که الله را نشناخته، آخرت عقیده نداره، نمیدانه که من کدام طرف روان هستم، سرنوشت خود گم کرده. محض برای 2 ساعت و 3 ساعتی که لحظات عمر زندگی دنیای کمی برای خودش خوبتر معلوم میشه، به مو خیلی زیاد مغرور میباشه و به مو خوش میباشه، در حالی که اصلی خوشی نیست. اصلی خوشی است که انسان در طاعت الله سبحانه و تعالی لحظات عمر خود سپری بکنه. بهترین لحظه خوشی ما و شما در این ساعت کدام ساعت است؟ ساعتی که در مسجد الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشه، ساعتی که عبادت الله سبحانه و تعالی را به کمال اخلاصمندی، به کمال صداقت، به کمال محبت به پیش بارگاه الله سبحانه و تعالی صف میبندیم. این لحظه بسیار لحظه شیرین است، این لحظه خیلی قیمتی است، به شرطی که درک داشته باشیم. با تأسف درک نداریم، ما دیوانه مادیات دنیا شدیم. الله مرگ و زندگی را به این خاطر پیدا کرده که ما را امتحان کنه. در چه چیز امتحان کنه؟ در نفس عمل که مجرد انجام بدیم. نماز جمعه را خواندی؟ بله خواندم، همین قدر. یک وقتی رفت امام داخل قاعده نشسته بود، یا زود کده دستکای خود در گوش نرسانده در رکوع رفت و گفتی نماز جمعه را خواندم. همین رقم بود، یعنی که اهتمام گرفته بود که جا جمعه را بخوانم. در چه قسم نماز شریک شود؟ در جای برم که بدعت قطعا دیده نشود، در جای برم که واقعا نمازم مکمل مشابه نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. ما باید در اونجا برم. فرق است. الله میگه در مجرد عمل ما را امتحان نمیکنه، لیبلوکم ایکم احسن عملا. در عمل کی احسن است. فضیل ابن عیاض رحمه الله میگه عمل احسن چی را میگه؟ اخلصه و اصوبه، خالصترین عمل که صرف به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی انجام داده میشه. دیده شویم که عمل ما خالص برای الله سبحانه و تعالی انجام داده میشه. نماز جمعه ما صرف به خاطر رضامندی الله، تعمیل حکم الله سبحانه و تعالی انجام داده میشه. و اصوبه، ثواب او عمل میگه که مطابق نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. یک کسی که توحید نمیشناسه، اخلاص نمیشناسه، از کجا عمل خود خالص بگردونه؟ و نمیفهمه هیچ. یک کسی که عمر زندگی کلی حرکاتش در بدعت غرق است، او کی ثواب میشناسه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا موافقت عمل خود مطابق سنت پیغمبر علیه السلام میشناسه؟ بله. از او خاطر همچو مردمی که ناشناستان با عمل خالص و عمل ثواب، این مردم خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. مردمی که آشنایی با اخلاص و با اصواب داره بسیار کم است. امیار غربا میگه
که پیغمبر علیه السلام وقتی حدیث بیان کرد که ان الاسلام بدأ غریبا و سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء قیل من هم یا رسول الله. سوال شد کیست این غربا؟ پیغمبر اسلام در یک حدیث طور گفته الذین یصلحون اذا فسد الناس، و مردمانی که صالح هستند حق الله و مخلوق الله را بجا میارن زمانی که مردم فاسد هستند. مردم دیگه کار را میکنن. شخص در صدد عزیز چه قسم تو را فریب بده، ولیکن تو در مقابل از او استاد میشی که ما ای را فریب ندم، نشوه که ظلم از طرفی ما شوه. حتی در سخن تلاش میکنه کلمه سلام بعد از دهن ما اول برای از او برای تلاش میکنه که از این کلمه خیلی فروتن باشم، تلاش میکنه که پای پوشش ما باید برابر کنم، اکرام و تعظیمش من من حیث مسلمان بکنم. فرق است، مخلوق است، زندگی است، روان است. یکی با یک فکر و با یک هدف و یکی با فکر دیگه هست. میبینیم غربا کسی است که در همچو حالتی که مردم فاسد شده باشه تو صالح باشی، تو نیک باشی، تو درست کار باشی، تو بدانی حقیقت دین خدا. در یک روایتی تو رام آمده الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی من بعدی. غربا کسانی هستند که پس از اینکه ما رفتیم از دنیا سنت ما را از بین برده فاسد ساخته، این مردم او را اصلاح میکنه. نماز به اون شکلی که ما میخواندم دیده نمیشه، این آدم میخیزه نماز به شکل ما میخوانه، تلاش میکنه جستجوست. اهل حدیث ولاقتی همی آمیش هم نمیشه. این سلفی ها کلیشان آیت حدیث بله به می خاطر است. او که اینجا استاد میشه در فکر عزیز که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم استاد شده بود، با کدام کیفیت نماز خوانده بود، با کدام کیفیت در مسجد داخل شده بود. برای مخلوق مردم در مساجد اکثریت مساجد پرسان کنه مردم عوام تحیت المسجد میشناسن؟ نمیشناسه بیچاره، نمیشناسه، دنبالش هم نمیگرده، در قصهش هم نیست که اون تلاش بکنه که ما باید عمل پیغمبر علیه السلام در روز جمعه پیدا کنیم کدام عمل انجام میده. از او خاطر ابن قیم رحمه الله می فرماید که غربا کسانی هستند که در بین اهل دین یا غریب هستند به نگاه عقیده. چرا؟ ادیان دیگه مردم مثل دین ازی نیست، اعمال دیگه مردم مثل عمل ازی نیست. در تجرید توحید الله مردم دعوت به سوی یکتا پرستی الله میده. مخلوق است، در هر مسجد که بری حکایات دروغ شروع است. با یزید بستامی رحمه الله اینطور بود، فلانی اینطور بود، اینی رقم شد. بجای از اینکه این مردم آشنا بسازه با صفات الله سبحانه و تعالی که الله او ذاتی است که قادر مطلق است، هیچ قدرتی در مقابل قدرت الله استادگی کرده نمیتونه. الله او ذاتی است که خاطر و ارادی که در فکر ما چکر میزنه الله خبر داره. الله او ذاتی است که به اسباب وسایل هیچ ضرورت نداره، به وقت به فرصت ضرورت نداره، در آن واحد هر چیز میتونه، اصلا چیز آگاه است که مخلوق محبت و شوقش با الله پیدا شود. زمانی که مشکل برش نه توجهش طرف کجا باشه؟ الله سبحانه و تعالی باشه. مصیبت سرش نه بفهمه که یگانه ذاتی که امروز از حالت ما خبر داره، آگاهی داره، الله سبحانه و تعالی است. در مساجد مخلوق دعوت داده میشه به سوی قبر پرستی، به سوی پیر پرستی، به سوی تنظیم پرستی، به سوی قوم پرستی، به سوی سمت پرستی، به سوی لسان پرستی. در این روزای نو شروع است، انتخابات است، هر کس لاف میزنه، داد میزنه، میایه پیشنهادا براتون میکنه، کارت بگیری کارت. کاش که یک روز امی غمخور می آمد مرا میگفت که می نماز بخوان، کاش که می آمد که اینجا عملت ناقص است، خلاف سنت است، کاش که می آمد میگفت که این عملت بدعت است. پاچای تاجیکستان بیانیش شنیدم، تا او اندازه را او هم فهمیده بوده که این چلی و جمگی و
سالپورگی بدعت است. به مردم خود چی میگه؟ میگه به الله قسم به قرآنی گپا نیست که شما کشید. پاچویی که به الله معلوم که از دین چی قدر آگاهی داره یا نداره، این موضوع را میفهمه، مردم خود میگه کارای بدعت نکنی. این کارا بدعت است. خب مولای ما امروز دعوت نبو گپا میده. عالمی بود سری منبر مردم میگه اگر این کارا را نکردی از دین برآمده ای، اگر این کارا را نکردی تو در مذهب نیستی، باید دوره زده شوی. دورم تره میزنه. غریب کسایی است که سنت پیغمبری که فاسد شده تو اصلاح بکنی. در یادتان بود که در روزی نماز جمعه 2 رکعت تحیت المسجد در وقت دخول است. الحمدلله، شکر الله سبحانه و تعالی را زیاد بکشید. واقعا زمانی که هر سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما تطبیق میکنی، عملی میسازی، شکر الله را بکشید. امیالی بسیار علما ما در مساجد داریم، بیچاره خوب بدانه که طریقی خواندن نماز جمعه به کدام کیفیت است، لیکن از دستی مقتدیان نمیتونه. الله سبحانه و تعالی تو را توفیق داده، موقع و زمینه را برات مساعد کرده که عملا تو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده میکنی. غریب امی کسی را میگه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتان خوش خبری داده، مژده داده. فطوبی للغرباء. در حدیث دیگه میایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که از پیش سوال شد قیل من الغرباء یا رسول الله، تو که اینقدر خوشخبری به غربا میدی، مژده میدی، غربا کی هستن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ناس قلیل صالحون، ناس مردمای خیلی کم ولی خیلی صالح، از نگاه عقیده درست، از نگاه عمل درست. فی ناس سوء کثیر، در بین مردم بد زشتی که خیلی زیاد است. و سواد اعظم است، بسیار مخلوق است. در بین ازیا مردمکای خیلی کم، لیکن در عقیده قطع ازوا ممتاز، ازوا جدا، در عمل ازوا جدا. بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من یعصیهم، کسایی که نافرمانی امی مردم کم میکنه، اکثر مما یطیعهم، خیلی زیاد میباشه از او کسایی که گپی از یارا بپذیره، این خیلی کم میباشه. این صفت در کی موجود است؟ انشاءالله هر کس که رای توحید، رای تمسک به سنت پیغمبر علیه السلام گرفته باشه، خود میفهمه که کی است. در بین مردم زیاد، مردم خیلی کم، مردم خیلی کم خود صالح باشه، این صفت داشته باشه. از او خاطر تمسک به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را با هم جدا می سازه. امام آجوری رحمه الله می فرماید غریب متمسک به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و یا کسانی هستند که امرایشان جفا میشه، ستم میشه، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف زن، از طرف برادر، از طرف اقارب، از طرف دوستا، قطعشان ستم و جفا میشه. چرا میشه؟ به خاطری که حرکت تو خلاف حرکت ازواست، نشست تو با نشست ازوا فرق داره، سخن تو با سخن ازوا فرق داره، کار تو با کار ازوا فرق داره. از او خاطر اون مردم ها قدری تو مخالف میشن. پدر و مادر اینقدر ستم سرت میکنه که تو آیت قرآن هم میگی، برات میگه که تو قرآن هم بیاری من قبول ندارم، نعوذ بالله. حتی کلمه کفری را به زبان میاره، برش میگه او بچیم اگر تو همی سنت پیغمبر علیه السلام خود پیغمبر هم بیاری من قبول ندارم، نعوذ بالله. تا این اندازه را شیطان ابلیس او را بالا کرده میباشه. دوستا خود چی میگه؟ تو را متهم میسازه به شذوذ، ولا خوب آدم بود بسیار خراب شده، خبر نداری؟ بچه فلانی خو حالی تو خبر نداری؟ یک رقم نماز میخوانه، اینقدر خودنمایی میکنه، ما و شما در 5 دقیقه نماز میخوانیم، اون مردکه که داخل میشن نیم ساعت نمازش میبراه. دیگه چی میگه؟ نه این نیم ساعت نماز او جمعو رقم نمیخوانه، پشتی سر دلار است. خب بیا دیگه نیم ساعت تون قطع ما یک جای نماز بخوان که دلار به تون برسه.
دنبال دلار خو یه چیز نه حیثیت مونده، نه ابرو، نه عزت، نه دین، کلش با تاراج داده. خب بیا دیگه همین دلار تو میگی دیگه چی میگه؟ خبر شدی پدری فلانی وفات کرده بود، خبر شدی جنازه‌ش؟ عجیب جنازه برادر. دیدیم یک دانه شال در سری تابوت ننداخته بود. اونجا که رسیدیم جنازه اینقدر طولانی جنازه بود که استاک شدیم. ما خو دعایات نداشتیم، همینطور آرام استاده بودیم. بعد از او که جنازه شد برادر اسقاط نبود. اونجا که در سری قبر رسید اعلان فاتحه و گپا گفت که کسی که آمد خلاص شد دیگه. الله به کلگی چی میگه؟ الله خیر پیش کنه. چقدر خوب دعا میکنه الله خیر پیش کنه. ما میگیم الله خیر پیش کنه. آلی مصیبت دیگه سابق خود دیگه رقم بود، آلی دیگه الله خیر پیش کنه که ما از این بلا خود چطور خلاص بکنه. ملاها در سری منبر میگه پا میزنه او مردم ای مردم مصیبت جدید آمده رایسته فکرتان باشه و متشکل از امیر فلیدین آمین بالجهر است. هوشیار باشی امیوسته فکرتان بگیره. چرا؟ رفع الیدین چی است؟ بسیار ناشناست. کتابای حدیث پر نیست. آمین بالجهر کتابای حدیث پر نیست. این در دین نه آمده. خب به مردم چیست؟ ناشنا. شیخ الاسلام رحمه الله گفت که بعض شرایع بالای مردم ناشنا می باشه، سنت پیغمبر می باشه، ناشنا می باشه. در یک جای من انگشت خود در قاعده نشسته بودیم، انگشت خود آخر بالا گرفته میشه در قاعده، اشاره به این انگشت که میکنی انگشت شهادت. یک نفر در پولین بود، در سفید رقم بود، ملاس دوله مرا نمیشناخت، من کالای خط بود در جانم، کلاگک دستانم بود. مرا گفت که جوان، من گفتم بله. گفت سایکو غلط میکنی. من گفتم الله برات اجر بده، چی رقم بکنم؟ تو برام بگو خیر. گفت سایکو اول هیچ نکن. من گفتم خوب چرا نکنم؟ گفتی باز خطا میشی کافر میشی. یک اگر کدی ما بسیار یک مولوی قوی بود، از او سوال کردم، او گفت که انگشتی تن یک دفعه که دلا رسید بالا کو ده الا الله پس پایین کو، باز آستایی کده ای چی تا بیران کو، اقاد کدن انگشتای تا توی نمیتور گرفتی بالا همیتور تا آخره، باز گاهی یا حرکت هم دادی. ای چه کار از کجا گرفته ای؟ چقدر الله تعالی اجر بده. ما گفتم حاجی صاحب چقدر تو واری مردم ها پیدا شوا کلی ما این الحمدلله، چقدر خوب گفتی. خو یک سوال برم پیداست. ما گفتم حاجی صاحب محترم امی طریقی نماز کی بر ما نشان میده؟ گفت طریقی نماز مولا بر ما نشان میده دیگه. نه ما گفتم مولا از جان خود بر ما میگه که این کار اینطور کو یا نه، کی کدام دلیل داشته باشه، از کدام جای میگه نه دلیل خوب باید داشته باشه، از پیغمبر علیه السلام باید بیان کنه. چقدر خوب. من گفتم حاجی صاحب از پیغمبر علیه السلام موبایل کشیدم، یک حدیث در یک کتاب در دیگه کتاب این حدیث برش میخوانم ترجمه میکنم. من گفتم کدام ورق نوشته کنم؟ باز مولا مولوی صاحب پرسان کن امی تو کی میگی ده جای نامده، ای که ما گرفته میده اینی قدر حدیث آمده. این بیچارم یک کمی شکی شد، گفت آلی در موبایل حدیث چی میکنه؟ او حدیث خو کتابا کلام داره. ما گفتم مسلمان هایی که خدمت کرده که الحمدلله این دین گرفته در موبایل جای داده، این دین گرفته در موبایل جای داده. اینی موبایل که اسباب فتنه و فساد است، الحمدلله امروز وسیله دعوت دین برای اون مردم قرار گرفته که اون مردم الله عزت داده، الله توفیق برش داده. اون مردم این گپاره کشیده به این خاطر که نعوذ بالله فحاشی و عیاشی عام شود. لیکن امروز جوان ما به صدها نفره به سوی سنت رسول الله دعوت داده، قناعت برش داده که این عمل سنت است. حاجی صاحب گفت خیر من خود نمیفهمم. مرا گفت که تو عالم هستی؟ من گفتم کم کم.
گفت خیر تو که عالم هستی دیگه، تو مرا نگفتی که من عالم هستم که من برای تو گپ نمیزدم؟ نه، من گفتم گپی خیر از هر کس آدم بشنوه. آلی گپی تو را من شنیدم یا نه؟ گفت بله. من گفتم گپی مرا تو بشنو. من نمیگم تا که گپی مرا بگی عمل کو، ایره از مولوی پرسان کو، بعد از تو عمل کو. الحمدلله عمل سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امروز آل شهرت پیدا کرده. در مساجد ناشنا بود رفع الیدین، آمین بالجهر ناشنا بود، درکات تحیت المسجد در نماز جمعه ناشنا بود، کلی قرآن کریم در نمازهای تراویح هر شب یک سپاره با آرامی خواندن این ناشناست. مردم میگه چی رقم تراویح است؟ ما خود تراویح میکردیم، امون مولا را ما آفرین میگفتیم که در 10 دقیقه خلاص کنه، رکوع سجده قومه جلسه معلوم نبود، دعاها خو از ما مانده بود. مولا صاحب میگفتیم که تحیات داخل نرساندم. گفت پشتی سری ما بیا، پشتی سری ما بیا. من گفتم بله پشتی سریش رفته بری که او در کجا میرسه شما هم در کجا میرسانه. پیغمبر نگفته که پشتی سری از یا بری، ما باید دنبال پیغمبر علیه السلام بریم. از او خاطر غربا کسانی هستند که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاسد شده باشه او را پس زنده بکنیم. دی زنده کردن گپا پیدا میشه. تنها خودت که عمل میکنی، هیچ کس دعوت نداده ای، پس پسک شروع میشه. ریش سفیدا قطی مولا صاحب القزه تو اونجا در گوشگک هستی، یک نماز برآمد، دیگه نماز بچه فلانی اینجا بیا که شانتا برات میگه این چیزها را از کجا یاد گرفته ای؟ ما دیگه این کارا را دیگه نمیتونیم که اینجا برداشت کنیم. این مسجد حنفی است، یا مسلمان واره نماز بخوان یا ایستا که دیگه اینجا نبیایی. بسیار دوستا بر من زنگ میزنه که مولوی صاحب قطعا اینطور فیصله شد. من گفتم تو همونطور نرو که قرار در خانه بشی، از مولوی صاحب بگو که یک ورقک بدی مولوی صاحب که در صورتی که توی کار میکنی در مسجد ما نماز خواندن تو نارواست و این کاری که تو میکنی غلط است. یک ورق از امیر سفیدا بگی و این سفیدا را بگوی، مولا را بگو که من نماز در خانه خود میخوانم، سنت ترک نمیکنم. این سنت پیغمبر علیه السلام است. شما اینطور توافقا را در مقابل منکر، در مقابل شرابخوری، در مقابل زنا نکردی، در مقابل سنت پیغمبر هم جرگه جلو میکنی. خیر بده برای من در یک خط نوشته کو که نارواست یا تو در مسجد نبیا. یک کسی زنگ زده بود برش، گفتم او رفته بود باز در مجلس، گفت خیلی خوب الله براتون اجر بده که مرا نمیگذاره یک خط برای من نوشته کنی. چه رقم خط؟ گفت خود خط نوشته کنی که تو در مسجد ما شریک نمیشی، نمیتونی، در صورتی که عمل میتونی. یکی دیگه خود سعی کرده، دیگهش گفت تو سعی کالی سند از پیشتون میگیره کدام جای میره. نه ما این کار نمیتونیم. گفت که نمیتونی، منم نمیتونیم، من خود دینمی مسجد نماز میخوانم. یا خط بده که نارواست، نادرست است، غلط است. تا که خط نداده به این گپایتون من نمیترسم از پیشتون، نه از لط، نه از قتل، نه از هیچ چیز. در مسجد شریک هستم، مسجد خانه عبادت الله سبحانه و تعالی است و کسی مانع شده نمیتونه. و مولا صاحب کسی از مسجد من نمیتونه؟ مولا صاحب سر خم انداخته دیگه، حالی گپ زده نمیتونه. غریب است و مردم غریب است، ناشناست. پس تو غریب هستی و پیغمبر علیه السلام مژده برات داده غریب هستی. در حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هم النزاع من القبائل، اگرچه تصحیحش علما نکرده لیکن در روایت آمده این مردمانی هستند که از هر قوم و قبیله یک نفری کشیده شدگی است. غربا کسانی است که تو نیست که یک قومی بسته همینطور چی باشه، مردمانی هستند که از هر خیل و خانه یک تا می باشه. مسجد کمپنی را که ما بخیزانیم بسیار کم مردم باشه که 3-4 تایش با هم قریب باشن، دیگه کلش از مختلف مناطق الحمدلله آمده و به خاطر آمده که ما به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز خود ادا کنیم. این نزاع میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه فطوبا للغرباء، خوشبختی برای کی است؟ توبا خوشبختی را هم میگه، توبا مقام در جنت سور هم میگه. کسی را که رسول الله دعا برش کرده باشه دیگه چی غم است؟ دیگه غم هست؟ قطعا نیست. در روایت دیگه میگه الذين يفرون بدينهم، غربا کسانی است
که به دین خود فرار میکنه، مردم نمیگذاره که این دین خود عملی میکنه، این توانش نمیرسه، زورش نمیرسه، کوچ میکنه. این مردم میگه که اینجا ماندنیت نیستیم، نه از مرده و زنده جداستی، بیچارگه کوچ میکنه. در این روزا یک کسی آمده بود، برش گفتم خانیت در کجا بود؟ تو حالی فعلا اونجا نیستی؟ گفت از دستی وطندارای تو کوچ کردیم. ما گفتم گفت تو خفه نشو؟ ما گفتم نه خفه نمیشم دیگه، این گپ خاص. آلی وطنداری ما پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو لهب کاکایش بود. آلی ما ابو لهب بعد نگویم که کاکای پیغمبر علیه السلام است. گفت از این خاطر ما خانه را اعلان کردم رفتم در دیگر جای که برای من راه گرفتن، سرم جمع شدن که تو اگر این رقم نماز میخوانی دیگه در این مسجد نبیا. من دیدم که زور ما هم برابر نیست، هر روز قطعی از جنگ و جنجالم چی بکنم، بیا دیگه خیر است در یک جایی بیرم که اونجا سنت عملی میشه. کوچه گرفتم در جای دیگر رفتم و اونجا را اختیار کردم. این مصداقی حدیث است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه الذین یفرون بدینهم، غربا کسانی هستند که یا فرار میکنه به دین خود، یعنی دین خود حفاظت میکنه، پروای کسی را نداره. عزیزان گرامی، وقتی که ما و شما این راه را میپیماییم باید قطعی خود تعهد بکنیم که این راه سختی داره. پدر مخالف میشه، مادر مخالف میشه، برادر مخالف میشه، قوم مخالف میشه، دوست مخالف میشه. خو ما مخالف الله و رسول الله سبحانه و تعالی نشویم. الله سبحانه و تعالی عوض اینمی مخالفته. به الله قسم پدر از تو مخالفت کرده، ای ریش سفید تو را در بغل بگیره که یک ساعت الهیت نمیکنه، صرف به این خاطر که تو عقیده صحیح داری و عمل به سنت میکنی. برادر قطعت همدردی نمیکنه، میگه دور کو خود از ما. خو اینطور برادرها پیدا شود که برات میگه من خود دیگه توان ندارم، اینی قدر توان دارم، در وقت ضرورت سر ما صدا کو، فکرت باشه. الله سبحانه و تعالی اینطور نصرت تا میکنه، اینطور قوت بری تو میده که باز بعد از او احساس نمیکنی که من تنها باشم. غیر از او اطمینان و سکون و آرامشی که در قلبت پیداست او خود جدا موضوع است. اصل زندگی خواهم همی آرامش و سکون است. هرگاه ما لحظه عمر خود با اطمینان و آرامش بگذرانیم اینمی زندگی است. الله نصیب ما بکنه. علامات غربا انشاءالله آمده نیست. در دیگر جمعه گفته رایستیم که غربا کدام مردم است و غربت از کجا میآید. این گپا را دیگه ادامه میدیم. این گپا را به خاطر ما براتون بیان میکنیم که اکثر دوستای ما بسیار وار خطا میشه. ادنا گپا که در منطقه برش پیدا شود سراسیمه میشه، دست و پاچه میشه که چی کنه والی. گرچه حتی بس اوقات منجر به قتل و به کشتار هم میرسه، لیکن خوشا به حالی کسی که به خاطر زنده کردن سنت رسول الله، نه به خاطر کدام جرم و جنایت نعوذ بالله از دست کسی کشته شود. این گپی نیست. مرگ آمده نیست. ما عقیده به این داریم که الله مرگ ما را نوشته کرده. سکند این طرف و اون طرف شده میتونه؟ نمیتونه. ولی خوشا به حال اون مرگی که به خاطر دینی کی باشه؟ الله سبحانه و تعالی باشه. این بسیار پر افتخار است. خوشا به اون حالت مصیبت و تکلیفی که به خاطر چی باشه؟ دین الله سبحانه و تعالی باشه. در زندگی انسان هیچ کسی به محنت و به مصیبت و به تکلیف نیست، لیکن قربانی اون مصیبت که به خاطر دین برات آمده باشه، قربانی اون محنت که به خاطر دین بری تو میرسه. این محنت ها و این مصیبت ها این بسیار مقام داره، بسیار ارزش داره. خو اینجا معلوم نمیشه این ارزش در جهان دیگه معلوم بشه، اونجا که ما روبرو میشیم با الله سبحانه و تعالی، روبرو میشیم. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صفاتش برای ما بیان میشه، اونجا باز معلوم میشه که ما در کدام مسیر هستیم و چه قسم روان هستیم. الله ثبات و پایداری را نصیب ما بکنه. توفیق الله برای ما بده که واقعا نمونه عملی سلف شویم، نمونه لفظی زبانی نه، نمونه عملی سلف بگردیم در زنده کردن سنتایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم. متوجه خود باشیم، متوجه حرکات خود باشیم، اعمال خود باشیم، ما حول خودی ما ارزیابی کنیم که کسی انگشت انتقاد برای ما گرفته نتونه. اون وقت باز ما نمونه سلف میشیم. الله ما و شما را نمونه بگردانه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.